السلام علیکم گیلاگی اشتری خوبی سلامتی دار باشه که گیپا خان رقیق ما خوبی کجا میری با خودی خر خال بابا خاک کشی میری دگه گیلا ته کجا اون سره به تو چی میگو به پیار کو بگو نامردی نکنه مثلا چی نامردی گیپک که با تو به پیار من نامردی میگی خود تو خبر داری ایجان اونگاه سند منه پیار تو ایتا نامردی کده من به گیپک دختر خود 5 لاک میدو تا خونی خوان تیار کنه خب به گیپک 5 لاک میده دختر خود که تا خونی خودم تیار کنی خب ما این به تو خیرات بدیم یک دوتا گوسفند اگه پیار تو داره بیاره با ما بده ما دادی خود بدیم برای تو بدیم که تو گیپکی ولد فلانی خب کاش که گیلاک بدی تو گوسفند باشه 5 لاک میفهمی تو داره بالیا اگه به تلویزیون بگذاریم اندازه تونه دگه خب حالا ما چه کار کنیم چی خدمت کنیم میگو کم پی بیا گیلا به پیار کو بگو هدی پاکو به تایا کش کده 5 لاک 1 روپیه کام نمیکنو این روز جوانی تنیه گیلا باز اگه خواتو انقاط من نمیگوید من نمستد بازم میگو تو مشکلی نیه خیره بکو گیپک داده ما امغت کجیرم امغت تونه سکو طور ماه درسته ما دمی که بگفتیم بخندیده همه روزا که مادر که می آمده به خشتینی اما پیار من میشنیزی که یک آدم زدکاری اگه 5 لاک دیری تا خودم تیار میکنی با من با شرطی اگه خان لسکی بخری بیاری انا ما جلوری تو میکنم میده برای تو با تو گیلاگی خان روکسی هم بخرو خب به پیار کو بگو کم کنه چند کم کنه با تو ایخان روکسی هم بخرو با شاتم پیار تو ازمت دیلا گوش کنه 2 لاک ولیو امیگا پادی به پیار من بگی تو سم موتور گردانم و بند باشه نیه از 2 قلوتیریش و گوشتی لنسال پریز میده برو بخیر خیر خورایی که برو خاک کشتی خود بکن برو فقط زن نشو برو بالیا برو ها گوش که تو به زمین نزنه نمیزنه به 2 لاک به تو بزغاله نمیدم سلام علیکم و نوروز. و علیکم نه خیریات بخیر شما جوره چی گپه شکر چیکار کردیم ما نوروز فکر خود بکردیم یا نه میگم نورالله اما یاد تو جمع میشه تا میری بفهمید اما یک گپ یک دفعه به تو گفتم 10 دفعه دیگه به تو تکرار کردن نمیتونم 5 لاک پینا گه خوش داری بیا بشکن نداری برو کوکو برات کار کنی چی سرم برات میاری ماما نوروز شما به کدو کشور دیدیم که 5 لاک روپیه مرتکب پیشکش بده تا خونه را ما بریم تیار کنیم همین رای هسته خود شما میگه فکر کنیم میفهمی نورالله چی میگم گفتم تا خونه به چه خورن تیار کو 5 لاک افغانی با ما بده خوش داری خوب تو خوب گفتم نداری چی کوکو سر مرم به داد نیاد کی تا یک دوگمی هم بری نمیدم ماما نوروز بیشتر از این وقت شما نمیگیم خیر غمی نداره امی گپی که زن مینا گفته خیر غم از این گپ نیه من به شما 50,000 دگم از طرف خود خوب بیشتر میدم بازم به 4 ری میکنم که بیایم نورالله مثل که بزدم تو شلغم رزه میکردم یعنی بدون 2 لاک هم را نداره اصلا یک روپه کم تاولا نداره برو جو دختر ما انقدر تا بچه تونه همین ماما نوروز که بچه ما دختر شما مایه دختر شما بچه مرمایه با واسطه همین نبودی اصلا بهم 1 لاک من نماز برو کوکو برای تو برو
نورالله بله به می گپ تو برو به زن خم بگو به بچه خم بگو که ما نوروز گفته 10 لک روپیه از تو میگی و تا خونه خورم تیار کن. خوب گپ بیا ما رجوع جمع کنیم که سر نیست موها شما بری سفید شه. اختیار دختر خود داره بگو. سلامت پیارستی خراب غلری برار من شما یک چیزی بگم من بگو خیلی کار خودین خسرو که شما جور آمده چرش شما هم سکتیری بیده بام بیلا چه همین که معلوم میشه کنید که پای که از ایوستش نون نمیخوره براد نگرد نیه خسور مسافتی هست خب حالا چی میگی تو البا معامله گفت تو خانه داشته بودیم از این خوشوچه با خبر نداریم شما چه خبر دارم چرش از این معامله رو گفته بوده که ما هستیم خودرین که پاک بده که خسرونه که خود داده تو همه خبر شدم خسور شما رشته گفته که 5 لک افغانی پولم بدین جایزم به جمع شما باشه حتی شال اون روز که عدسی نکنه شال تاثر دختر خورم مواد میدارم یا خواهشی نمیدم به تو خب تو گوش میشی خواهی دخترتون آخه دختر سختگیری خوب نیه عباس امال کار دو جگر من بدین یک چه که خون بیرون نمیشه علت خود خیلی کنه شیر و مادرشون رو بسخون علو به دومات دورالله مراد کرده از ما 5.5 لک بیت بگستم یک سوزن گوجون یا خلونده بود امر وامه کن این گفار نزد که خسور محمود عادت نه بقصی از این نیه که دختر خود میفروشی یا می دومات داره یا نداره فقط میگه پول به من بدم 10 روپیه هم به زینا نمیدون من به یک چیزی به تو بگم موقعی عروسی میشه خوب ما 300 نفر خبری داشتیم خسور ما 800 نفر تو فکر کن طرفی عروس سه برابر طرفی دومات خبری دید کاری هم کرده نمیتونستم دست من به زیر سنگی بود مجبور بودم هرچی بگم چند یاد راست میگه لاره میگم حالا یک گپ دیگه هم از تو شما بگم چه کن لاره رمضان امروز اگه مسلمان نداره پول 5 لک پول اصلا از کجا بیارن گیپک خود شما بدیدین کار دید از ساخته نیه میفهم بعضی که سر زمین ها برای چنگ علف چیز رو بیاره بسرا بیاره دیگه که از این کار ساخته نیه 5 لک پول به گیپک خیلی یک نوزاد داشته جایز هم باشه ما و شما آدم ها 3 سالیم 5 لک بیت خیلی نه دیگه خصوص شما پای ولاب گور رسیده سختی نکنه دیگه بگذار لالا چی بگم من هم که هرچی بگم به گپ نمیفهم خسور ما فقط من پول میشناسه و پول خود داره لالا او فقط دوماد و خوهرزاده و برارزاده اینا نیه اینا یکسرم میرم و اونام جواب میدم اینا میرم اونام 5 لک اصلا تا نمیاد بخوام یک کار کنم 5 لک دیگه وقتی که دختر پیدا میشه بفهمیدین حالا به خاطر کمی خوشلوچه شما اندازه گیپک اندازه هم گیپک دیگه دختر نمیخواد به اندازه گیپک و تو همسایه شناختیم بیتر نمیگه حالا اگه ما بپاریم که پیدا نمیشه دختر دیگه اندازه گیپک باشه عباس شو چه کار کنم براره من خسور مکومی تو آدم یه نه به گپ من گوش میکشه نه افکاری از دست نمیگه دوما تونی رو لاسه که چم خور اگه میبینه زوری میکشه خودی ما خسور مسیحی کنه اگه زوری نمیکشه سعی کنه این 10 سر برکی پیدا شه هر جا نصیب گیپک باشه ما چیزی گفته نمیتونه برای یک چند خبری مخوره خسور کنه نمیشه خیلی خوب نشانه اوبان نیه ایت 10 سال و دام و تیر نشه او گپ زن خود گوش نمیکشه چی برسه به من خیلی باشه با اندازه دختر از او تو به چی هم بگه به درزی منطقه نیه نمیفهمه اگه بفهمه بعد من میشه به 1 لک بیت شیر با هم میداد او به قصدی او نیه مسئولیتی بود خود دفاع قربت دادم برای شما بگفتم دیگه چی مسئولیت داریم که ما بکنیم بگو خاله من صبحم ماما نروز
و گپ من میفهمم پیار تو به شما که به تو بگم گپ خود از یک گپ خلاص. خواهر شما هم یک چیزی بگیم به جودگه. چی بگم به جود؟ تو بگو به چی بگم؟ به چی بگو؟ به چی بگم؟ من خوب به جو بگفتم قبول نمیکنه. میگه یک سیخ نمیدونم جایز نمیدونم 5 لتر از اینا میگیرم. خلاص. خواهر به خدا اگه ایتنانیه ایتا به یک جودگه عروس نکدی پا شما میشکنم. قمار میشکنی؟ اوه ما اختیار دختر خود داریم برکت ما این بدیم به تو چی کاری بازی کن؟ کوچه کنو شما ایتا بدین دیگه با خود رو گیله کنی. چی بدیم من خود خود گله کنی؟ خواهر تو آه با پای یک پیاتو میگم من میگم اگه به کس تگی بدیم پا شما میشکنم. برو گیت بگو ما 10 دفعه گوشت را وعده شما تیر کردیم برانمه پولکا خود هم کردن فعل نشد بیا مدر خوب سر وعده خونه که به خوشدونی دیگر روی نداره زبه دست را ما نه رو نیا شما به کدی زبون میفهمی؟ به زبون مادری. سیکو که به تو چی میگم؟ به مو زبون مادری که میفهمی خواه مرا فعل پانی که کمتر نمیدی ما خونواده خودی هم مشوره کردی برو گی پرد دیگه به در سلام و نیایی برانمه کجی سکو تو چی میگم؟ با تو هم میگم خوبه با پیار تو هم میگم با گیلک هم میگم با مادر تو هم بگفتم اگه با دونیم لگ نمیده میه با خدا قسم اگه دختر شما عروس بکنه سرا شما در میدم پار همه شما میشکنم. برو کاکا برو که به تاگوشتو میزنم تو رسا اخبارا کنم به تاریجی میزنم میبوجم قصدتونه تو زنده با تاریجی یه جیل کمیه فایده نداره دیگه به در سلام و بقل کنده نایو یعنی اگه من سرا شما در ندادمه تو شانه میرو خود تیکو گیرده میارم یا سرا مردر دیگه غیرات داریم. ما آلی سرا شما در نمیدم دمی که دختر خو عروس کدیم من سرا شما در میدم. آها خود میگه پا بیا به سر ما بکن شیکو گیپا حالی رات خوب بگی برو دمی که ما خواه اگه عروس کدی مشکی تیلی هم بخی ما با تو میدو بیا خودی پیار و نفتا کنه بیری خود وقت با میتونیسی سرا مردانه برو غلمغلو نکو برو سرا مرخلاب نکو بروش تو نشو اگه من سرا شما در ندادم کجی گردانه این ریشه برات پیار نمیبرم. خب برو ریشه برات پیار نبور برو ایگه پا مفته با من آنی میر اینه که که اختار دادی مانی برو یا بوجم قطعی بیا ماده ما را اختار میده وقت ما عجیب چی نادون بیتستی عجیب شرایطی شده تو که وقتی پول پیشکش خود نداری تو زن دی چکا هر وقت فعلا جو پیار و سلام کدی وقت بیا محترمانه مدر خویدار بیار که ما قرار کرده کلاکتور بکنیم